پدر من رئیس جمهوره، من پسر رئیس جمهور ایرانم. پدر شما رئیس جمهوره؟ بله پدر من رئیس جمهور ایرانه. یعنی شما پسر آقای رئیس جمهور؟ بله من پسر آقای رئیس جمهورم. خب بعد اسمت که عباسیه الان ما فامیلیا رو عوض کردیم کسی نفهمه. ایشون اصلا پدرشون قید حیات نیست. چی میگی تو؟ چی میگی؟ گو جواب تو بدم. اصلا پدرش تو خونه زندگی مثلا پدرش فوت کرده. پدر بفرمایید. تو الان فکر کنید که بولیگرسی فکر کنید قاضیه، بدبخت، سادلو. فقط میخوام چیزی بگم از تو و امثال تو حالم به هم میخوره. میفهمی؟ حالم به هم میخوره. خیلی خوب باش. برای هم الان گلت از کیه؟ من گلم از همه است. من گلم از همه است. از شما، از اینا، از همه است. چرا؟ از منو اذیت می‌کنید. منو نمی‌فهمید. شما همتون منو اذیت می‌کنید. الان من برای چی اینجا باشم؟ برای چی به تو جواب پس بدم؟ تو خود دستت کثیف‌تر عالم آدمه. من تو رو معرفی کنم بری یه جای مرکز درمانی یه مدتی استراحت بکنی یعنی اونجا. چی؟ مرکز درمانی چیکار می‌کنن؟ مثل بقیه است؟ نه. اونجا باهات صحبت میکنن، یه فضایی داره، استراحت میکنی.